این همون 207 320 که گفتم همکارم برام پیدا کرد. ماشین تمام رنگه ولی باز بدنش یه دور تمام رنگ میخواد. چراغای عقب شکسته، یه خورده داغ و داغون از ظاهرش که برام مهم نیست، چون من میخوام دوباره از نو بسازمش. قشنگ معلومه مالک قبلی ماشین اصلا به ماشین رسیدگی نکرده. از فرمون مشخصه، فرمون تیکه پاره. به به، این چیه ماشاءالله، مالک چت بازم که بوده. کاپوت بتونه ترک خورده، یه گلگیر رنگش فرق داره، بدنه کلا دوباره باید از نو رنگ بشه. سیستمش هم که مثل اینکه باز کرده، فقط سیم کشی گذاشته رو ماشین. این مالکیه. خوبی این ماشین رنگ مشکی و کامپیوتر آلمانیشه. همراه من باشید، تو قسمت بعدی قولنامه و کارشناسی رنگ و فنی ماشین رو براتون میذارم. این همون ماشینیه که قراره با هم بازسازیش کنیم. من اومدم منتظر مالک، ولی نیم ساعت منو کاشته جلو در مرتیکه. A few moments later. یعنی اینقدر عجله داشت، قلامش از خودش زودتر نشست تو ماشین. تا کارشناسی من نشستم پشت فرمون. ماشین خیلی روپا نیست، جلو بندیش کمکاش ایراد داره، سواریش راحت نیست، پرشتاب نیست، ولی بدنه همونجور که مالک گفت تمام رنگه. شاسیاش سالمه، کف صندوق خوردگی جزئی داره. تصادف آنچنانی نداشته ماشین در کل. این کامپیوترش هم آلمانیه که از مدل 90 به بعد این تیکه کلا خالیه، یعنی چیزی نیست. پالونیش هم رنگ داره. من حالا نمیدونم ضربه چه جوری بوده، ولی شاسیاش سالمه. چند تا از خوبیاش هم شما بگید. فکر کنم جز خودم که عشقشو دارم کسی زیر بار این ماشین نره. اوضاع لاستیکاش هم آنچنان جالب نیست، زیر 50%. خودم هم رفتم زیر ماشین که متوجه شدم بله ماشین روغن ریزی هم داره. هزینه‌های انتقال و کارشناسی هم بنده خدا تقبل کردن. همراه باشید تا شب عید ماشین و فنی و بدنش رو جمع و جور کنید دیگه. پست بعدی رو از دست ندید.